ماه اول سال 2021 در ولایت سراتوف روسیه 464 عقد نکاح با شهروندان خارجی ثبت شده. 311 عروس سراتوی شفر خارجی کرده. 153 داماد محلی برای خود از خارج عروس آوردند. بنا به اطلاع سامانه محلی فری نیوز ولگا، یولیا پاناماریووا رئیس اداره زاکس ولایت سراتوف روز 14 اکتبر در نشست خبریش گفت عروس‌ها در این ولایت در 81 مورد به مردان از آذربایجان شفر کردند. در جای دوم مردان تاجیک می‌آیند که 77 نفرش امسال از ولایت سراتوف برای خود عروس یافتند. 37 عقد نکاح در سراتوف با مردان ارمنی، 3 نکاح با شهروندان قزاقستان و 17 توی با مردان اوکراین دایر شده است. همین طور عروسان سراتوی امسال از اسپانیا، برزیلیا، یمن، اسرائیل، مکزیک، امریکا، سوریه و یونان یک دامادی پیدا کردند. و اما در بین عروس‌های خارجی از همه خوشخریدار عروسان از ارمنستان بودند که از اول سال 29 نفرش به مردان ساکن سراتوف ازدواج کردند. در جای دوم بانوان زاده آذربایجانی می‌آیند که 26 نفرش در سراتوف شفر کردند و در جای سوم بانوان تاجیک که در این ولایت سراتوف امسال 25 نفرش توی عروسی برپا کرده است. همین طور مردان سراتوف 20 مرتبه با عروسان زاده قزاقستان، 17 مرتبه با بانوان اوکراین، 5 دفعه با زادگان بلاروس، 3 مرتبه با ترکمنها و 2 مرتبه با بانوان گرجی ازدواج کرده. همچون از کره، ایران، آلمان و مولداوا یک عروسی پیدا کردند. یادآور می‌شویم در 3 ماه اول سال جاری دامادهای تاجیک در ولایت سراتوف در بین دامادهای خارجی در جای اول بودند. یولیا پاناماریووا رئیس اداره زاکس ولایت سراتوف در بهار به خبرنگاران گفته بود در 3 ماه اول سال جاری 29 زن و دختر در این ولایت به زادگان تاجیکستان به شفر برآمدند و تاجیک‌ها از این لحاظ در ولایت سراتوف خوشخریدارترین دامادها در بین دامادهای خارجی به شمار می‌روند.